بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و توانا. انشالله که کاملا خوب و صحتمند باشین. چطور هستین؟ خوب هستین؟ بخیر آمدین؟ خدا رو شکر. پس ببین که درس خدا بخیر شروع کنیم. درس ما درس 25 فصل 3 جغرافی صنف 11 است که در مورد مناطق توریستی کشور ما بین صفحات 79 الی 81 کتاب کپ زده. اما پیش از اینکه در مورد مناطق و جاهای سیاحتی و توریستی کشور خود بگوییم که هم از سراسر افغانستان و هم بیرون از افغانستان از کشورهای دیگه به خاطر دیدن این مناطق ما شما توریستا، جهانگردا و سیاحا میه کجا هست. پیش از در مورد توریسم و اهمیت اقتصادیش بگیم که در درس گذشته ما شما صحبت کرده بودیم. پس یک مرور کوتاه و درس گذشته خود داشته باشیم. باز ببینیم که کدام مناطق کشور زیبای ما و شما مناطق توریستی است. البته برتان وعده میتونم که 34 ولایت افغانستان ولایت هایی است که هر منطقهش زیباست. هر منطقهش برای جهانگردی و توریسم مساعد است که جوره نداره. در درس گذشته براتون توریسم معنا کردم که گفتیم توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است که به خاطر گردش، سیاحت، تفریح و بررسی مناطق مختلف جهان صورت میگیره و سفرهای توریستی هم معمولا اهداف تفریحی و کاری هم داره که یک توریست هم شخصی است که به کشورها، شهرها یا مناطق غیر از محیط زیست عادی خود برای مدت کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یک سال نباشه سفر کنه و توریستان معمولا با کلتور یا طبیعت یک ساحه که توریستی هست علاقه‌مندی دارن و مردمای ثروتمند هم سابقه‌های بسیار زیاد دور به مناطق دوردست سفر میکردن تا ساختمان‌های زیبا و تاریخی را ببینن و غنامندی او کشور هم بشناسن، با مناطق طبیعی جهان هم آشنا شوند و هم از اوضاع و احوالش باخبر شوند. از این خاطر هم است که در آخر توریسم در جهان به یک منبع مهم رشد اقتصادی تبدیل شده و در بسیاری از ممالک و مناطق جهان از منابع مهم عایداتی هم به حساب میان. البته امروزه بسیاری از کشورها گفتیم که تا امکانات لازم برای رشد و توسعه سیاحت و توریسم در کشور خود با وجود نبیارن یا با وجود بیارن، در هر دو حالتش میتونن. اگر با وجود بیارن منطقه، کشور، محل میشه توریستی و بهترین راه کسب عایدات و درآمد میشه. اما اگر زمینش مساعد نباشه، امکانات فراهم نشه، بر علاوه که اون منطقه ناشناخته باقی میمانه، هیچ منفعت و سود هم نداره. مثل افغانستان ما که متاسفانه بسیاری از نقاط زیبا و طبیعی و دیدنی افغانستان شناخته نشده مانده و هیچ کس هم به دیدنش نمیره. از این خاطر هم عایدات اقتصادی بر ما شما نداره. اما افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی که در آسیا داره، با قدمت تاریخی، دارای آبادات تاریخی است، طبیعت زیبا داره، آب و هوای بسیار زیاد گوارا و ساحات توریستی از سالیان پیش داره که این ساحات اتصال دهنده محموله های تجارتی کاروان های ابریشم هم بوده که در مضمون تاریخ هم در موردش گفته شده. در جلسه قبلی هم براتون گفتم، مثل که بودایی ها و کاشانی ها هم از همین راه از کشور چین تا به غرب اروپا سیر و سفر میکردن. ببینید که یک راه ارتباطی بوده بین کاروان های تجارتی و سیاحتی و همین خاطر هم است که اگر بر رفت و آمد، به سیاحت، به تفریح، به سرگرمی، به داد و ستد و معامله توجه شود، از لحاظ جهانگردی بسیار زیاد قابل توجه هست که از گذشته های دور مثلا راهبای بودیسم هم افغانستان به خود جلب کرده بود و سرزمین اسرارآمیز بامیان به خاطر عبادت خود انتخاب کرده بودن و مجسمه‌های بزرگ و مشهور بودا را در بامیان ساختن و اعمار کردن. گپایی بود که در دست گذشته بود براتون گفته بودم. از اون خاطرم بود که دولت افغانستان به خاطر فراهم کردن تسهیلات و انجام خدمات توریستی در سال 1337 هجری شمسی مؤسسه گرزندوی یا افغانتور فیلی را ایجاد کرد و در سال 1344 هجری شمسی عضویت سازمان جهانی توریسم هم کسب کرد که در دهه‌های گذشته توریسم در افغانستان یکی از منابع عایداتی به حساب می آمد و آثار باستانی و دیدنی فراوان مثل مجسمه‌های بودا و سایر ساحاتی که مربوط بامیان هست و آثار قدیمی شهر بلخ، دره خیبر، آثار باستانی فراوان در هرات که از قندهار، غزنی، ننگرهار و غیره جاذبه‌های توریستی داره. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید
تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اما اهداف درس ما شما چیست؟ هدف درس ما شما کسب معلومات در مورد مناطق و جاهای توریستی، دیدنی و زیبای افغانستان است که در این درس با این مناطق آشنا شویم. پیشنهاد ما است که برین ببینین، بگردین، آشنا شوین، بلد شوین، دوستایتون رو ببرین. در قالب برنامه هایی که از طرف مکتب دایر میشه، برین سیر علمی برین، ببینین که بسیار زیاد خوب است. آدم کشور خود ببینه، دنیای ماحول خود ببینه، بسیار زیاد خوب است. پس بیم که مناطق توریستی افغانستان براتون دانه بگیم که کجاها هست و کجاها را ما شما میتونیم بریم ببینیم. مناطق و ساحات توریستی افغانستان معمولا ساحات زیبای طبیعی مثل آبشارها، سواحل، دریاها، جهیلها، کوهها و غیره تشکیل میده و همچنین ساحات و آثار کلتوری مثل موزیم‌ها، آبدات تاریخی و مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره که هست تشکیل میده. شهرها و مناطق مهم توریستی افغانستان کدام جای است ببینین، دقیق یادداشت بگیرین. بامیان هست، بلخ هست، سمنگان هست، هرات، غور، غزنی، کندهار، کابل، جلال آباد، لشکرگاه و غیره شهرها و ولایت است که قابل دیدن است. برین یک بار حتما این مناطق ببینین، لذت ببرین. شما اگر در هر ولایت برین، شما بلخ برین، سمنگان برین، هرات برین، غور برین، غزنی برین، کندهار، کابل ببینین، جلال آباد، لشکرگاه، هر کدامش یک جنبه دیدنی داره و بر شما جذاب تمام میشه. شما را کشف میکنه که هر بار برین ببینین، هر بار آدم سیر نمیشه. از این خاطر هم است که در این درس مناطق زیبا و دیدنی توریستی افغانستان براتان معرفی کرده ای درس. در بامیان مغاره های حکاکی شده، مجسمه و بند امیر و همچنان در ولایت بلخ زیارت روضه شریف هست. در هرات هم مصلاها و منارهای تاریخی. منارهای هرات شما که برین ببینین حیرت میمونین که چطور ساختن به این بلندی، به ارتفاع و نقش و نگاری که بالای خود منار هاست واقعا زیباست. یا هم زیارت خواجه عبدالله انصاری، برج عیاران، قلعه اختیارالدین، خواجه غلطان. خدا مندازین دیگه شما را غلط میته، لول میته، میبره. یک حکمت داره. یا هم در ولایت غور منار جام هست. در ولایت غزنی منارهای تاریخی که وجود داره، تپه سردار هست، بالا حصار است و آثار تاریخی که در ولایت ننگرهار ما و شما است و باغ مملو و آثار تاریخی حدک است و غیره که در تاریخ هم از منطقه حدک گفته شده که این منطقه آثار باستانی داره، جای بسیار زود با شکوه از گذشته‌های دور مانده. یک تمدن و یک فرهنگ در این مناطق ننگرهار بوده. در پلوی اینا آثار باستانی هم در بعض از شهرهای مثل هرات به حد است که یونسکو او شهر به عنوان یک از شهرهای تحت پوشش خود انتخاب کرده. یونسکو سازمان بین المللی فرهنگی است که معمولا یکی از کارهای بسیار زیاد مهمش درسی فرهنگی است. معمولا تحقیقات و حفاری‌ها و باستانشناسی‌هایی که در سراسر دنیا هست یونسکو انجام میده، سرمایه گذاری میکنه، متخصصین داره و در عرصه کشورها را کمک میکنه که خوشبختانه در سالهای قبل شهر باستانی هرات ما شما را هم یونسکو تحت پوشش خود قرار داره. به خاطر چی؟ به خاطر که آثار تاریخی و آبدات فرهنگی بسیار زیاد در این ولایت هم هست. غزنی هم بنا به داشتن مزارها و بناهای تاریخی به حیث شهر فرهنگی بین المللی و توریستی شناخته شده و ثبت هم شده. در یک از سالها به نام مرکز ثقافت اسلامی ولایت غزنی ما شما نامیده شد. دلیلش چیست؟ دلیلش موجودیت جاها و مکانهای بسیار جالب و تاریخی که در این شهر است. باید هم براتون تذکر بدم که افغانستان ساحات بسیار زیاد خوب طبیعی که توریستی هست و پارک‌های تفریحی که واقعا طبیعی داره که میتونیم به طور مثال از کوههای پامیرخورد و پامیر کلان براتون بگویم. مناطق طبیعی دیدنی دره نورستان، نورستان بهشت روی زمین است، واقعا قابل دیدن است. خودم آرزو دارم برم یک بار ببینم، یک بار تا کنار رفتم اما نشد که نورستان برم. حتما با خود وعده کردیم که بریم ببینیم اینجا طبیعت را که خدا بر ما شما داده، بریم ببینیم، لذت ببریم. میگن آدم جوان میسازه، ان شاء الله کمتر است. و پارک‌ها و باغایی که در شهر کابل است، مثلا اگر از پارک‌های مختلفی که یاد کنیم، باغ‌های مختلف مثل باغ بابر، قصر بابر،
طرف بغمان که شما میرین چه قصرها و باغای زیبایی هست. در گوشه و کنار کابل جاهای دیدنی به می شکل ولایت جلال آباد، کننگرهار ما شما از ولایت هرات، کندهار و مزار شریف، هر کدامش از جمله مناطق دیدنی و توریستی است که آدم میتونه بره و از نزدیک ببینه. بیاین که از احصایی توریسم براتون بگویم که احصایی توریسم در مورد چی صحبت میکنه و چی معلومات و اطلاعات بر ما شما انتقال میده. در دهه‌ها و سالهای گذشته توریستای بسیار زیاد از کشورهای مختلف آمدن از افغانستان ما شما، از کشور زیبا و طبیعی ما شما دیدن کردن و یک منبع بسیار زیاد خوب عایداتی بر کشور ما می شده و منبع خوب عایداتی را بر کشور ما شما تشکیل هم می داده. چی خوبی داره؟ وقتی جهانگردا، سیاها و توریستا از نقاط مختلف دنیا میان در افغانستان، انواع فرهنگ‌ها اینجا میارن، تنوع فرهنگی به وجود میاد. ما با او فرهنگ آشنا میشیم، با زبان‌های مختلف، با اخلاق‌های مختلف، با تربیت‌های مختلف، با انسان‌های مختلف. از طرف دیگه اونا میان کشور ما را میبینن، همراه خود پول میارن، پیسه میارن، سرمایه میارن، مصرف میکنن، مثلا هتل میگیرن، آب مینوشن، غذا میخورن، سیر و سفر میکنن. تمام از این جنبه عایداتی داره برای کشور ما و شما که ما شما رو کمک میکنن، خود شغلزایی میکنن و بسیار فایده های دیگه هم داره. اما توریسم در 3 دهه آخر متاسفانه که افغانستان هم با مشکلات امنیتی و جنگ‌های داخلی مواجه شده بود و در داخل جنگ میسوخت، صدمه بسیار زیاد دید و رفت و آمد توریست‌ها هم به افغانستان کم شده بود که در جدول که فعلا براتون نشان میتم ما شما دیده میتونیم که در کدام سالها از کدام کشورها چقدر توریست‌ها در افغانستان آمده بودن. مثال براتون میگم که مقایسه ایشا، مثلا در سال 1975 از آلمان غربی 8649 توریست آمده بود وارد افغانستان شده بود. اگر برین در 1976 ببینین 8907 توریست از آلمان غربی آمده بود. در سال 1977 برین ببینین مقایسه کنین 9085 توریست از آلمان غربی آمده بود. یا هم اگر فرانسه را ببینیم در سال 1975 9431 توریست آمده بود وارد افغانستان شده بود و از جاهای مختلف دیدن کرده بود. اما متاسفانه وقتی من سال 1976 یک سال بعدش میبینین 7794 توریست از فرانسه داخل افغانستان شده بود. کم شده، تعداد توریست ها کم شده. اگر باز بسیار زیاد پیش بریم شما در سال 1980 مقایسه کنین با 1975 در سال 1980 234 توریست وارد افغانستان از فرانسه شده بود. میبینین که تقلیل پیدا میکنه. پس صنعت توریسم خود به خود صدمه بینه. چرا؟ جنگ است، ناامنی است و بدبختی ها زیاد است. به همین شکل اگر استرالیا رو ببینیم در سال 1975 1094 نفر میه. اما دقیقاً استرالیا را در 1980 که ببینین 28 توریست و جهانگردش آمده وارد افغانستان شده. پس نشان میده که جنگ‌ها و ناامنی‌ها صنعت توریسم افغانستان فوق‌العاده آسیب زده و ما نتونستیم قسمی که باید عاید کنیم، باید خود به دنیا بشناسانیم، باید مناظر خوب و حرفای خوب انتقال بدیم به دنیا. دلیل اندیشی بوده جنگ و نابسامانی ها. پس یم از مناطق توریستی افغانستان و احصایی که در سالهای مختلف از کشورهای مختلف جهانگردا وارد افغانستان شده بودن براتون گفتم. بیاین که کوتاه درس خود جمع‌بندی کنیم. خلاصه درسم براتون میگم، کارخانگی را هم میگم و خداحافظ. ما شما در مورد مناطق توریستی افغانستان گفتیم. کابل دیدنی هست، هرات دیدنی هست، مزار دیدنی هست، جلال آباد، بامیان. بدل ما با 34 ولایت. شما 34 ولایت که بگردین مناطق زیبای طبیعی دیدنی داره که خودش جذاب هست، دیدنی است. بار بار برین ببینین سیر نمیشه. اما نشه کنین کارخانگی. سال اول مناطق مشهور توریستی افغانستان کدام هست؟ شما میگین که اینی ولایت چی ازتان میخواین؟ مثلا بگین در جلال آباد کجا دیدنی است؟ شما وقتی میرین مقبره شاه امان الله خان در بین شهر جلال آباد میبینین که چقدر زیبا خود مقبره را ساختن و در اطرافش پارک و سرسبزی که ساختن چقدر زیباست. بله دیگه. شما وقتی میرین در خوست میبینین که خوست چی جنگلایی داره، خودش دیدنی است، یک منظره طبیعی است. وقتی شما میرین هرات، بالا حصار هرات رو میبینین، میرین بالا حصار غزنی رو میبینین، میرین بلخ رو میبینین، خود در مزار شریف روضه شریف رو میبینین. هر ولایت ما دیدنی است. بدخشان رو برین ببینین، کوههای پامیر ببینین، دامنه های پامیر دیدنی. سال دوم
اهمیت مناطق توریستی برای افغانستان چیست؟ این مناطق برای ما چی اهمیت داره؟ بیاین از لحاظ صنعت توریسم مخصوصا از بخش اقتصادی بگیم که چی فایده داره و چی اهمیت داره. سوال سوم، شهرهای توریستی افغانستان کدام ولایت است؟ 34 ولایت نوشته کنین، نام بگیرین این منطقه در ولایت. کلش 4-5 تا محدود در کتاب گفته اما کلش دیده نیست. این 3 سوال کار خانگی دارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.